سلام رفقا، چطورید؟ من اسلام تیریچم هستم و خوش اومدید به یه ویدیو رپی دیگه. توی این ویدیو قراره چند تا آهنگ با هم دیگه پلی بشه و وسط این آهنگا صدای خواننده قطع بشه و ما ادامه تکست رو حدس بزنیم یا ادامه تکست رو بخونیم. این ویدیو دو مرحله است. مرحله اول حدس زدن بقیه تکسته و مرحله دوم اینه که ما باید از روی بیت آهنگ تشخیص بدیم کدوم آهنگه و اسم آهنگو بگیم و اسم خواننده هم بگیم. عینکم لازمه. شما هم لازمه که حتما لایک رو بزنید و کامنت رو بذارید و اگه چنل سابسکرایب نداری چنل من سابسکرایب کنید دیگه. من نگم بریم سراغ ویدیو. برو بریم. تو این بازی یه موزیک براتون پلی میشه و بعدش یه جایی قطع میشه و شما 10 ثانیه وقت دارید که ادامه شعر رو از اونجایی که قطع شده حدس بزنید. میگی من واسه شهرت میخونم، میگی من واسه شهرت میکنم، وقتی که میگی دیگه شرکت میدونم اون وقتی که شرکت میکنم. من رویا بافم ولی تو رویام عمیقم، چون هرچی توی رویا ساختم دقیقاً واسم حقیقت شد. همینه، دقیقاً همین. من رویا بافم ولی تو رویام عمیقم، چون هرچی توی رویام ساختم دقیقاً واسم حقیقت شد. داخل کجای دنیا شیر شد و بله یا یکی تو آینه خستم و گرفت ازم خواست بشم چیزی که الانم، منی که دیگه شیرم سیری ندارم. زیر زمینیم و بدون قلادم من رپ میکنم تکون بده جمع با من. همینه، مطمئنم. من رپ میکنم تکون بده جمع با من. برو. زیر زمینیم بدون قلادم من رپ میکنم تکون بده جمع با من. فردا قشنگ و رنگی انقدر که جلوش دیروزمون زشت، تنامونم میسوزه از عشق. سیجل گوش نمیدم. یکی رو باختم. باختیم دیگه حاجی، باختیم. بلد نیستم. با این استقلالمون داره این پیروزی ارزش. این فنچا چی میگن تو جنگ فاز گنگ ولی فکر بازون پایین مثل بلد نیستم. امسا میشینن تو فکر دستم دوتا با تل میبینن، تو هم صبری فاز تو. بلد نیستم. کچی بیت دو تا اینجا بلد نبودم. امیدوارم بقیه را که بلد باشه. موضوع نمیگیرن چینم میره 100 میل دیگه روش، تو هم چینت زد میشه زیر دوش. اون بار تو کارم نیست نمیگم بله مال عروسه، با هر حدی نپریدم بهشون دست ندادم حتی قبل این ویروسه. آره اینو گوش دادم، بهشون دست ندادم حتی قبل این ویروسه. برو. حتی قبل این ویروسه با همون دست چک زدم خودمو، صف وایسادم بستم دورمو. من میخواستم که با تو بمونم تا همیشه، اما تو رفتی یا نگفتی عاقبت این دل من چی میشه. حالا که تو رفتی من رفتی از کنارم. فکر کنم اینجوری بود. آره حالا چرا باز برگشتی میگی بی تو نمیشه، نمیخوام دیگه برو گم شو از جلوی چشم واسه همیشه. ولایی کمترن حتی از 40-200 سال پشت برقم، روزنامه های معتبر نوکرم میگه خوبا دین دارم مثل فردین جیمز دین هنرمندین ریدین اکبر عبدین. فکر کنم این باشه. مثل فردین جیمز دین هنرمندی ریدین اکبر عبدین. پایین خوشت بالا ما پنگوان دوچی گابانا، فکر کردی تونی مونتانا. مثل من تو چی بالایی، مثل تونی باندانا. مثل من تو چی بالایی، مثل من تو چی بلد نیستم، مثل من تو چی بالایی بلد نیستم. آی تا اینجا چند تا رو اشتباه گفتم. میخوای تو موچیلا ما هالوین ماسکا رو درارین داستانو نداریم نه. اوه رفتیم برای مرحله دوم. حدس بزن بیت کدوم آهنگه. راکا چاک چاک راکا چاکا چاک چاک رابا بوم. شدم غلط نباشتم اشتباه، فانوس درون روشن بلند شیون اجدها، غلط مغلط درو عیون اجتماع، همیشه شلوغ میکنم شرورم به اصطلاح. حمید صفت روبیت سفید.
وقتی تا رو رست و حالم رد و پالم از قصد میاره تو رو من رد و یاده برعکس خوشحالی فاز قتل آمم خیلی بس شده کیف تنه لش عوض بکیرم کش اینا گوش نمیدم بسترن ندارم میخوام بگیرم یه عکس یه خوابه ولی اگه پارسالی این عشقا بی دلیل نمیاد یه پیام دارم خدمت پارسالیپ عزیز. کدوم آهنگه؟ آدم از هم که دور میشن سلام سردم به زور میگن آشنا بودا آدم بیتش. از مرگ و خون میگن با صد تا حسرت به گور میرن الو خدا، الو کجای شما، الو خطا قطع نلو، الو خدا اما خطا الو خدا بگیم الو نلیستی چرا خیلی زنگ زدیم بگیم کارمون گیره دادی لا کار فرشته ها اصلا آشنا نیست. خفه نکرد منو بابایی با پول و هیچ دادگاهی با زور گوش نمیدم من، گوش نمیدم. خدا میدونه که چقدر روام چیا بود کیرت نصف میشه تا برسه آگاهی شاپور خدای دمم گرمه این همه فشار بابا بیت یه رپر بیاری، اینا رپر نیستن بابا، اینا بچه‌ن. جان آهنگ چرا بدی مگه تنت میخوره انگاری ترا زدی نکن نگاه رفیقی هم میشه دعوا مرافع بعدش حرف و خرافه اگه کل داری میگم بیام فردا سراغت عجایب شهر باز شدم خوشحالم نه ایشالله آزادی قسمت همه آزاد شدم چشمامون تره ایشالله بیرون دنیا بهتره رفیق من امشب بد مستم یه زیاد خوردم یکم بابا میگم آشنا بود بیتشا فکر میکنم فقط میخوای باشی سوپر استار مثل کفشات هیچ بوم میتکونه دده از جاد هیچ غمی نتونه بریزه اشکات قبرستون هیپ هاپ رضا پیشرو عشق شینکار شب و روز شینکار شب و روز بیخواب دوست داره چارش کنه تو قبرستون هیپ هاپ بیت باکس چیچیو هر کی یه جور داستانش اسم آهنگش چیه داستانه اوه ببین قبوله اسم آهنگ گفتم تکس اول هر کی یه جور داستانه تو امی کدم نپرس صادقه وای من خداحافظی میکنم چرا حدس نزدم یه باز کل با بشین نه از اول با اما گنگش بالا حاجی گنگش بالا
میتونم بگه گنگش بالاست، گنگش بالاست، گنگش بالاست. آنگ لاله یاس سفارشی وای 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 من چقدر سوتی دادم. خود شیخم من شیخم خود شیخم وای میاد قد شیخای شارژی بده بره والا پیکای پارچه. یه ترک براتون پلی میشه و 10 ثانیه وقت دارید که اسم اون آهنگ رو حدس بزنید. یه افعی شدم که نیشش توی یواش، اسمش افعیه، یهو میزنه به اسم تو موزیک چکی افعیه، خونه خودش خوب. خوبه براش. یه پیشنهاد دارم واسد من که دارم میام خونه نباش، جلو من قد علم نکن که نتونستن تو. یادمه چند سالی قبل 20 سر صبحی 5-3-1 میزدیم با دیست، بچه محل ازت بازی میدیدم رو گوشی امیدوارم میزد صوفی همین بده باشه. آمار شب و منم آهنگ بچه بریم محل. خونه کیم آماده شم و بریزیم شوالیه ها قروب کنیم کی که هستم نبود من؟ کسی مساوی خدایا ما. من کشور نیستم ولی پرچم دارم، ایرانم دشمن از هر ور دارم. خیلی ها میخوان بکشم دست از کارم، همشون رو جر میدم از بس هارم. واسه مهم نبود چیا داره میره کفم، همه آرزوام جان شد از زیر هدفم. مال مسکه یه سری ها میخوانم آهرس باباشون. تو خونه صدای تو پیچیده چشای تو روبرومه وقتی میپرم خواب 3-4 صبح. آشنا نگاه تو میشناسم احساس تو، باز شدی شکار من افتادم به دام تو. گفتم از این سبک موزیک اصلا گوش نمیدم. صبح باشی روی تخلق باز بچشی دنیا دست بخ، کلی رو زدم صادق ولی آهنگ پر اتمال آهنگ پرش باشه. نه سرخ باز اومدم همه عصبی شدن کچی بیتو تو فکر چپ کردنم نمیدونم من رو دستم تو اون بطل باشه که با همین خربت رفته دست میبرنم رک با همه بستی ملنه. پوتک آهنگ پوتکه من رسما اعلام میکنم باختم. با روح و بدن ظریفت کوهم فرقی نداره یه کلبه یا قصر، حتی تراژدیش عاشقانه است، هم سفر همین کل جاده. ممنون که تا اینجا ویدیو رو دیدین. اگه دوست دارین که این ویدیو بازم ادامه داشته باشه، قسمت دومشو بسازم، پارت بعدیشو بسازم، حتما توی کامنت بگید که پارت بعدیش هم بسازم. هی نشد که آخر ببریم، ولی شما یادتون نره که برای حمایت من حتما لایک کنید این ویدیو رو، حتما کامنت بذارید. اگر چنل سابسکرایب نداری، من برای اولین بار میبینی، چنل رو سابسکرایب کن و هر هفته ویدیوی فان و باحالی میذارم و همچنین ویدیوی رپی. دوستتون دارم. تا ویدیو بعدی میبوسمتون. خدا نگهدار.